ما کوشش کنیم که همه تاجیکستانی سرجم بهش بریم. انا بعد او شخصانی که در این دنیا مثلا ضد اسلام کار کردن، ضد نهضت کار کردن، او پشیمانی از تمام مشکلاتی که بر سر بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران محترم و محترمه، پیش از این که دعا کنم یک تشکر از همه ریاست حزب و خصوصا از استاد محمدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تشکر میگویم که در حقیقت نه اینکه به زبان بلکه در عمل صلح نشان دادن، در کلا و در خرجند. نشان دادن که ما در گفتار ما عمل داریم. مسلمان باید همه خیل باشد. برادران محترم، پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم در طائف که رفتن پایهاش خونالود کردن. پیغمبر اگر دعا میکرد خداوند دنیا را چپه میکرد، لیکن صبر پیشه گرفته، آینده را فکر کرده، تحمل کرده، عاقبت ظفر یافته، راه اسلام به تمام دنیا نشان داد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم او از کدام نعمت بود؟ او را از نعمتی صبر و ثبات در همو مثلا که رفتارش و فرمان خدا. این چین رئیس حزب ما هم انشاءالله نشان داد که در این راهی که خدا برای او عطا کرده است صبر داشته است و ثبات داشته است. آینده هم دعا میکنم که خداوند رئیس ما را دائم هم خیلی صبر بتیه. برادران محترم، یک چیز گفتنیم پس دعا میکنم. ما ملاها حزبی ها چی وظیفه داریم؟ ملا وارث پیغمبره. مثلا چی خیلی بگم، یک عامی بر نماز نافله، بر روزه نافله، بر کارهای نافلهش به خدا قریب میشود. ملا به امر معروف و مردم به راه راست هدایت کردن در خدا قدر داره. ما مثلا همین مسئول تاجیکستان ما ملاها، یعنی حزبی ها که راه اسلامی داریم، خاص برای راه اسلامی دیگه یگان مقصد دیگه نداریم. ما باید چیکار کنیم؟ هر مشکلات به خودمون بگیریم تا اینکه در خدا قدر پیدا کنیم. چه قدر پیدا می‌کنیم؟ در قیامت ما را نمیپرسه ای مولا تو چند نافله خوندی و چند روزه نافله گرفتی. ما را میپرسن که به سبب گفتار و هدایت و رفتار تو چند کس بهشت آمد. ما باید کوشش کنیم که از تاجیکستانی یگان کس نگذاریم به اذن خدا، نگذاریم که او دوزخ بروه. ما کوشش کنیم که همه تاجیکستانی سرجم بهشت بریم. انا بعد او شخصانی که در این دنیا مثلا ضد اسلام کار کردن، ضد نهضت کار کردن، او پشیمانی از تمام مشکلاتی که بر سر او ما بیاریم، او مشکلات او غم و اندوه برای او وزمین‌تر است. باید انای خیلی انسان باشیم، یگان غرض یگان صد در دلمون نگیریم، فقط همه را کوشش کنیم که خواه مرد باشیم خواه زن باشیم، کدومی که کوشش کنیم که یک کس از راه باطل گردونده برای هدایت یک کار کنیم که بهشت بروه. انا در خدا ما و شما قدر پیدا مینیم. استودع الله دیننا و امانتنا و خواتم عاقبتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار جامعه تاجیکستان ما را همشه خواه حزبی خواه غیر حزبی خداوند برای راست هدایت کنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین.